أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بالسنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قرآن کریم خداوند متعال داستان انبیا و قصص انبیا رو بیان کرده. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. قرآن با ذکر این قصص و جریان انبیا هدفی دارد. آن کسایی که میگن قرآن کجا از امام حسین یاد کرده، کجا از وقایع کربلا نام برده. قرآن کریم میفرماد ما قصه های انبیا رو به شما میگیم، وقایعی که رخ داده هست به شما بیان میکنیم. اصحاب خرد میفهمن ما چی میخواییم بگیم. این داستان رو که قرآن بیان میکند میخواد شما آگاهی پیدا کنید نسبت به وقایعی که رخ خواهد داد. این عبارت کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا این زبان حال حدیث نیست، اما کلمه و جمله درستیه. خیلی ها تلاش کردن یه جور دیگه معنا کنن. اولا این رو بدانید قضیه سید الشهدا خط قرمزه. بالا برید پایین بیایید، هر واقعی که در دنیا رخ دهد قابل قیاس با کربلا نیست. اینا که حرفایی میزنن که قیاس میکنن بعض این وقایع رو، چون از قرآن آگاهی ندارن. مطلب رو باید از قرآن گرفت. پیامبر دو چیز رو در نزد ما قرار داد، یکی قرآن، یکی اهل بیت. ملاک سخن باید قرآن و اهل بیت باشه. یا آقای صحبت میکرد میگفت چندین بار امام حسین با عمر ابن سعد میخواست مذاکره کند. این با نص کلام امام حسین از اون لحظه‌ای که از مدینه شروع کرد به حرکت کردن تا روزی که به شهادت رسید مغایره، مخالف کلام و حرکت امام حسینه. امام حسین ان الله شاء ان یراک قتیلا و یراهن سبایا. لذا وقتی محمد حنفی اومد گفت خدا اراده کرده که انی به اوصالی تقطعها اصلان الفلوات بین نواویس و کربلا. من دارم میبینم گرگهای بیابان بدن من رو تکه تکه میکنن. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله انا آمر بالمعروف و انهی عن المنکر الا و ان السنة قد امیتت و ان البدعة قد احیت فان تطیعوا امری اهدکم الی سبل الرشاد. اینا کلمات امام حسین در طول راه بوده، در طول مسیر بوده. لذا امام حسین برای این که دین در خطر بود اراده خدا رو میخواست عملی کنن. جابر ابن عبدالله انصاری این رو بدانید، معسکر عمر ابن سعد
و معسکر سید الشهدا روحی له الفدا تا روز قیامت بپاس. همه در معسکر امتحان میشن و این رو عطیه رسونده است. جابر ابن عبدالله انصاری به عطیه نقل کرده اون 40 که وقتی به کربلا رفت اولین زائر سید الشهدا بود، وقتی اون مقدمات زیارت رو انجام داد آمد سر قبر امام حسین علیه السلام به عطیه گفت عطیه ما هم با سید الشهدا در نبرد بودیم، ما هم با یاران سید الشهدا جنگیدیم، ما مانند آنها هستیم. گفت جابر این حرفا چیه؟ ما نه تو جبهه جنگ بودیم نه جنگیدیم نه حاضر بودیم. فرمود یا عطیه سمعت حبیبی رسول الله یقول من احب قوما حشر معهم. هر کی هر گروهی رو دوست داشته باشه فردای قیامت اونا رو با همونا محشور میکنه. و من احب عمل قوم اشرک فی عمله. هر کسی که عمل قومی رو دوست داشته باشه خداوند امتحان فردای قیامت شریک میکنه. لذا دنیا داره امتحانه. اینطور نیست که ما از امتحان واقعی کربلا به دور باشیم. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. دو معنا داره. یک یعنی شما همیشه در مورد کربلا واقعیت از امتحان میشید. این ضمیرهای شما رو بررسی میکنن، میبینن دلت با امام حسین یا نه. این یک. دو واقعه کربلا در هر زمان و هر مکان نباید فراموش بشه. لذا این از احادیث به دست میاد که ائمه ما روحی لهم الفدا فرمودن اتجلسون و تحدثون انی احب تلک المجالس رحم الله من احیا امرنا. این امر امامه. فرمود پدر من می نشست دهه محرم غمش بود، روز عاشورا نهایت غم امام بود، او رو خندان نمی دیدی. این آموزش برای ماست که تو واقعه کربلا امتحان میشید و خیلی امتحان شدن. خدا رو شکر کنید که خدا این محبت رو در دل شما قرار داده. عبیدالله ابن حر جعفی این وقتی شنید امام حسین داره میاد کوفه دید لشکری آماده است که روبروی امام حسین بایست. اساسش رو برداشت، تشکیلاتش رو برداشت، خارج شد. اتفاقا خیمه زد جایی که سید الشهدا با فاصله کمی خیمه زده بود. امام سوال کرد این کیست که اینجا خیمه زده؟ ببینید امتحانات چقدر سخت. همون زمان امتحان بوده، همین زمان امتحان. حجاج ابن مسروق رو فرستاد، گفت برو به عبیدالله ابن حر بگو بیا. رفت گفت خود من از کوفه خارج شدم که امام حسین رو نبینم. این لشکری که من مشاهده کردم بگو به سید الشهدا آخرش این است که به شهادت میرسه. امام حسین خودش رو بلند شدن رفتن. چرا امام حسین رفت خیمه عبیدالله؟ امام نوره، هدایت بشره، میخواد ببینه میتونه اینو نجاتش بده یا نه. واعی سید الشهدا رو کسی اگر جواب ندهد پیامبر اکرم فرمود با صورت به جهنم میفته. بلند شد از لای این خیمه تا امام حسین خودش رو جمع جور کرد، جاش رو به امام حسین داد. گفت عبیدالله چه میکنی؟ گفت آقا من خارج شدم از کوفه که شما رو نبینم. بعد بهش گفت که آقا این شمشیر من، اینم اسب من، شما از این اسب من استفاده کنید. یه نگاهی بهش کرد، فرمود قد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من سمع داعیت اهل بیتی ولم ینصرهم على حقهم الا اکبه الله على وجهه فی النار.
گفت برو من با تو کاری ندارم. بلند شد سید الشهدا رفت. جریان بسیار فجیعی رخ داد در راهی که برمی‌گشت. اونا یه امتحان اون زمان داشتن، ما یه امتحان این زمان داریم. ما موظفیم عمل به تکلیف کنیم. خدا امر کرده است به واقعه قف، به واقعه امام حسین. کجا؟ در قضیه حضرت یحیی. زکریا با همسرش از خدا تقاضای کودک کردن. هنالک دعا زکریا قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. یه جمله این آیه قرآن انک سمیع الدعا، یعنی بنده های خدا در خونه این ور اون ور نرید، خدا میشنود. با این که خودش 120 سالش بود، همسرش 98 سال داشت، خدا بشارت بهش داد. فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی محرابه ان الله یبشرک بیحیی. بعد اونجا سوال کرده از خدا، قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقرا. من که سنم زیاد است، زن من نازاست. ببین خدا چی جواب داده. فرمود قال کذالک الله یفعل ما یشاء. یعنی بنده‌های خدا در خونه اینمون نرید، خدا اگه اراده کنه بهتون میده. اصرار کنید، خدا اگر صلاح بداند مزد شما را خواهد داد. از خدا تقاضا کرد، خدا حاجتش رو برآورده کرد. بعد تو همون صغر سن یا یحیی خود کتاب، یحیی تو رو به عنوان رسول انتخاب کردیم. یا یحیی خود کتاب به قوه و آتیناه الحکم صبیا. اینا که در مورد امامت جواد اشکال میکنن، امام خداوند متعال تو قرآن اشاره کرده به امامت امام جواد که فردا اگر امام معصومی که از طرف خدا منصوب شده است در کودکی به امامت منصوب شد، اعتراض نکنید من در قرآن حجت رو تمام کردم. یحیی در حالی که کودک بود من اون رو به نبوت انتخاب کردم. خدا یه سلامی کرد هم به حضرت یحیی هم به حضرت عیسی. سلاما مثل همه اما اختلاف داره. خدا با عظمت سلام کرده به یحیی، سلام علیک یوم ولد. به حضرت عیسی میگه السلام علیک یوم ولد. اون سلام رو با الف و لام می آورن، یعنی سلامایی که متداوله. اما سلامی که خطاب به یحیی میکنن، مفسرین میگه اون سلامی که خدا اراده کرده. چرا خدا این عظمت رو به یحیی داد؟ یحیی چه کرده که خداوند متعال در قرآن کریم این گونه خطاب میکنه او رو؟ حضرت یحیی جریانی دارد در مورد شهادتش که شهادت حضرت یحیی نسبت به سید الشهدا شباهت داره. اولا این رو میدانید یحیی و حضرت عیسی توی زمان بودن. بعضیا میگن 3 سال، بعضیا میگن 6 ماه. حضرت یحیی از عیسی بزرگتر بوده و لذا وقتی فوت کرد اینا متدین بودن، مؤمن بودن، اهل خدا بودن، علاقمند به هم بودن، روزاشون رو با هم میگذروندن. یحیی که فوت کرد حضرت عیسی اومد بالای قبرش گفت یحیی دلتنگت شدم، زنده شو، از قبر خارج شو، با هم مأنوس بشیم. از قبر خارج شد. به عیسی گفت که حضرت یحیی چرا من رو زنده کردی؟ چرا از خدا خواستی که من رو از قبر خارج کنم؟ ببینید مؤمن اهل خدا، باز این اشاره است به اهل خدا، به اینایی که اهل خدا با خدا نزدیکن به خدا، که مرگ براشون راحتیه، مرگ براشون استقراره. خب من نمیخوام دیگه تو دنیا باشم. یحیی به ملک وقت پیام داد که ازدواج
با دختر برادر جایز نیست، لذا اجازه نداری از حکم خدا تخطی کنی و او رو بگیری. این ملک وقت و پادشاه به این دختره گفت چه کنم با این یحیی؟ گفت سرش رو ببر. مفسرین میگن در حالی که در محراب بود و در حال مناجات بود او رو کشیدن، سرش رو بریدن. قرآن اشاره می کند به وقایع انبیا. چرا؟ لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. یک، آقایونی که قرآن رو میخونید در قرآن تأمل کنید. من هدف دارم از ذکر این داستان. فقصص القصص، امر میکند به نبیش قصه ها رو بگو برای مردم، بیان کن برای مردم، بلکه لعلهم یتفکرون. در ذیل همین آیه مباهله هم میفرماد من قصه رو برای شما بیان میکنم تا بعداً واقعه رو منحرف نکنم. لذا هدف از ذکر قصه تنبه انسانه، تفکر انسانه، گرفتن مطلب است. یحیی رو گرفتن، سرش رو بریدن، در تشت قرار دادن. اولا وقتی که یحیی به دنیا میخواست بیاید بشارت داد خداوند متعال به زکریا، فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی محرابه ان الله یبشرک بیحیی. همین بشارت رو به اخبار متواتر جبرائیل نازل شده به پیامبر بشارت ولادت امام حسین علیه السلام رو داد. نه منابع ما این رو نقل کردن، بلکه فرائد الصنفین و ینابیع الموده نقل کردن بشارتی رو که جبرائیل برای پیامبر آورده است. قرآن کریم بشارت میدهد به بنده‌ای که در راه خدا جان و مالش رو میدهد. به یحیی اشاره میکنه، میگه چون یحیی یه جون داشت در راه من داد، این سلام با عظمت رو براش میکنم. مردم قصصی خواهد آمد، وقایعی خواهد آمد، از این قصص عبرت بگیرید. با خود همون سلام، سلام علیک یوم ولد و یوم تموت و یوم تبعث حیا. اینجور سلام کرده خدا به یحیی. قرآن چجور سلام کرده به سید الشهدا؟ سید الشهدا رو با عظمت یاد کرده، گفته آخرین نقطه مال سید الشهداست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میدونی چی اراده کردم؟ اراده کردم حسین رو از هر گونه پریدی در امان بدارم. یعنی نهایت سلام ها مال این شخص پاک است، نهایت سلام ها مال این شخصیت برتر است. بعد الان اسلام در خطر است. نصارا میخواهند با پیامبر اکرم محاجه کنند. پیامبر باید بزرگترین دلیل و بزرگترین برهانش رو به دست بگیرد، برود مباهله کند. دست کیو گرفت؟ قرآن میگه اگر وقت مباهله رسید یا رسول الله سند اسلام این حسینه، دست حسین رو بگیر ببر تو محاجه، ببر تو مباهله. اولادنا و اولادکم، فرزنداتون رو بیارید، ما فرزندانمون رو میارید. فرزند یعنی امام حسین سند دین است. لذا سلام می کند به یحیی، سلامی برتر و بالاتر بر کسی که در راه خدا آنچه که داشت داد. وقتی که یحیی رو سر بریدن، اون مصائب رو براش به بار آوردن، یحیی خانواده نداشت، ازدواج نکرده، لذا معاملش با خدا معامله فقط معامله خودش بود. گفت خدایا من یک جان دارم به تو میدم. قرآن اشاره می کند به قضیه یحیی
و ای صاحبان خرد حسینی خواهد آمد خود تنها نمی رود، زن و بچه‌ش رو هم با خودش میبرد. لذا این که میگن مقام اهل بیت روحی یا منفدا از انبیا بالاتر است، دید به این دید است که سید الشهدا محمد حنفیه بهش گفت برادر خودت برو، چرا زن و بچت رو برمیداری؟ میگه خدا اراده کرده، در مقابل امر خدا تسلیمم، هر آنچه خدا بخواهد انجام میدهم. دید دین در خطره، دینو همه را از بین بردن، چیزی از دین باقی نمانده. این واقعه حره که بعد از شهادت سید الشهدا رخ داد، این فرزند حنظله عبدالله ابن حنظله بعد از واقعه کربلا یزید اینها رو دعوت کرد، بزرگان مدینه رو، رفت برگشت بچه‌هاشو جمع کرد. عبدالله گفت آقایون فرزندانم، من از امروز میخوام شمشیر به دست بگیرم. این کسی که ادعای خلافت مسلمین رو میکند شرب خمر میکرد، همش در حال لهو و لعب بود، مدتی که ما اونجا بودیم اصلا نماز نمیخواند. شمشیر رو گرفت، 12,000 نفر رو فرستاد یزید. خیلی معذرت میخوام بعضی الفاظ رو به کار بیارم، 800 نفر از اصحاب پیامبر رو تیکه تیکه کرد، 12,000 نفر رو از تیر گذارون. بعد خیلی معذرت میخوام برای اینکه اینا رو بشناسیم، اخبار میگن هم عامه هم خواسته، میگن هیچ پدری تضمین نمیکرد که دخترش باکره مانده باشه. ببین اینا چه کردن؟ مثل سید الشهدا باید خارج شود، نشانه‌ای بگذارد تا اینها از بین بروند. قرآن میگوید فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. امام حسین معامله کرد با خدا، او خارج شد یحیی و منع کرد اون حاکم رو از خلاف و امام حسین هم خارج شد. اما وقایعی که رخ داده بر امام حسین خیلی دردناکه. امام حسین تمام صحنه ها رو دیده، تمام عزیزانش رو با خودش برد، یه فرزند شیرخوار رو با خودش برد. من داشتم تو اصحاب مقاتل نگاه می‌کردم، یک جمله‌ای رو برخورد کردم خیلی دردناکه. اگه امشب شب تاسوعا نبود نمیگفتم، چون فکر نمی‌کنم سیدا بتونن تحمل کنن. میگن این حرمله هر کسی باید تمام این تجهیزات رو خودش آماده میکرد، لذا حرمله رفته بود دنبال تیر خریدن. این کسی که تیر رو فروخت به او اصحاب مقاتل میگه تیر رو که بهش داد گفت مبادا بچه آهو با این تیر بزنی، این تیرها برای زدن شیره، اسده. بچهش رو دستش گرفت آمد جلو. یحیی تو بچه نداشتی؟ علی اکبرش رو برد تو میدان، میگه اینقدر بدنش تکه تکه شد که بابا دلش نیامد این رو به خیام ببره. و وقتی که اون تیر رو به سرش زدن خون جلو چشاشو گرفت. اسب جایی که بیاورد به معسکر امام حسین بردش معسکر عمر بن سعد، هرچی داشت زد به پیکرش. یحیی تو یه جان داشتی. امام حسین علی اکبرش رو فرستاد. آقایون هم عامه هم خاصه این کشیدن چادر زنا رو نقل کرد. یحیی تو عزیزانت جلو چیزت نبود. یحیی تو مجلس یزید نبود کسی که مجلس یزید بود خطاب کرد به یزید کسی این سکینه رو به عنوان کنیز به من میده.
عبرتون لأولی الالباب. آقایون این قضیه یحیاست با اون سلام عظیم که من بر او میکنم، اما وقایع بعدی دردناک اولو الالباب قدر بدانید. وقتی میگم که قضیه عاشورا قضیه تضمین روز قیامت است، نجات است، به خاطر اینه که تمام این تحملات رو کرده. سر یحیی رو تو تشت گذاشتن. آقایون سر امام حسین رو تو تشت گذاشتن. یحیی تو که خواهرت نبود تو اون مجلس، میگفت طوری نگاهش کردم خدا کند زینب نگاش به این تشت نیاد. ضربت علی وجهها و شقت جیبها. اینقدر دردناک. یحیی سر امام حسین بالا نیزه رفت، اما سر تو که بالا نیزه نرفت. منهال میگه من امام زین العابدین رو توی شام دیدم، من او رو میشناختم، رفتم سلام کردم، گفتم آقا این چه باید گفت منهال یه خواهشی ازت دارم. یحیی این صحنه ها برای تو بوده؟ گفت ازت خواهش میکنم یک پارچه‌ای برام تهیه کن زیر این زنجیرهای که دیگه. بعد گفت منهال یه ذره پول داری به این حامل رؤوس بدی، از جلو این زن و بچه ها دور بشن. خدا چرا عظمت رو به سید الشهدا داده؟ یحیی رو با عظمت ذکر می کند، اما سید الشهدا کجا؟ بعد سفیر روم، آقایون خیلی سادات، خیلی معذرت میخوام این جوونا بدونن چی گذاشته. این نامرد وقتی سر آورد خیلی معذرت میخوام شروع کرد شراب رو ریختن رو سر. یحیی کسی شراب رو سر تو ریخت؟ بعد گفت چون بزنی خیزران بیایی. ابو برره اسلمی میگه نگاه کردن نمیشه مثل خیزران رو شروع کرد بزنن دولب مبارک سیدش. صدا زدن یزید بردار این شما، بردار از اون دو دولب. خودم دیدم رسول خدا این دولب رو میبوسی. خدا چرا این مقام به سید الشهدا داد؟ در تشت سر یحیی به سخن آمد، گفت یا هذا اتق الله لا تحل لك هذه. تقوا پیشه کن. نقل می کند منهال ابن عمرو، تاریخ دمشق نقل می کند ابن عساکر، میگه منهال نقل می کند من وارد شام شدم، دیدم صدای قرآن خواندن میاد، نگاه کردم دیدم بالای نیزه میخواند ام حسبت ان اصحاب الجحیم. سوال میکنم چرا این جمله رو خوانده؟ چرا این آیه رو سید الشهدا خونده؟ اولی الابصار بدانید که مسئله کهف و غار کهف در بنابر قضیه من آسان است، قضیه من سخت‌تر است. نگاه کنید من ولی خدا هستم، بالای نیزه قرآن میخوانم. خدا این مقام رو به من داده، این منزلت رو به من داده است. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. حسین کجاست؟ کجا ذکر شده است در قرآن؟ کجا یاد شده در قرآن؟ قرآن کتاب قانونه، قانون که جزئیات رو نمی نویسد، قانوندان میاد قانون رو توضیح میده. اهل بیت بزرگان ما، همینطور که امام صادق و امام باقر، امام رضا و امام موسی بن جعفر بیان کردن، منزلت سید الشهدا را آگاهی بهش دادن که مردم قدر بدونید فردای قیامت فقط سید الشهدا نجات میده. قبر و قیامت با سید الشهداست، لذا میزان رو دست اهل بیت داده.
من برای شما ذکر کردم داستان یحیی رو و اون سلامی که مخصوص من است بر او درود فرستادم، چون جان خودش رو در راه من داد، اما نه زن داشت نه بچه داشت، نه بچه هاش تازیانه خورد، نه زیر سوق اسبان در خیلی. پس مردم یک کسی دیگه میاد یه حماسه دیگر میآفریند. یادتون باشه این مقامش پیش من عظیم‌تره، این مقامش بالاست. امشب شب تاسوعاست، نمیدونم خیلی ها بودن که آرزو داشتم امشب باشه خلاص بخواد و یقینا حسرت این شب رو بخورم. آمد جلو برادر، یه طوری با برادرش صحبت کرد که انگار برادر رو نمیشناسه. چرا؟ یا ابتاه العطش قد قتلنی، العطش صدای بچه ها امان ابوالفضل رو بود. اومد جلو برادر. بعضی از خواب مقاطع میرن وقتی به هم دیگه پشتن نگاه کنن خیلی گریه کردن، چون دارد امام حسین تا اون لحظه‌ای که ابوالفضل بود آسایش راحتی داشت. یه نگاهی بهش کرد، امشب رو فکر کنید که زیر قبه سید الشهدایی میخوام مقطع رو بخوانم ببینم چجوری عرض ادب میکنید. لسان حال است. ولم يستطيع العباس عليه السلام صبرا على البقاء. دیگه امانش بریده شد، صدای العطش امان رو برید. بعد مقتل اخوته وعموم اهل بيته، اهل بيت الحسين عليه السلام واصحابه، فجاء الى اخيه الحسين عليه السلام یستأذنه فی القتال. گفت برادرم اجازه بده، امان من بریده شد، این صدای بچه ها مرا ناراحت میکنن. و یطلب الرخص من، فبكى الحسین علیه السلام. امام حسین گریه کرد بکاء شدیدا، ثم قال یا اخی انت صاحب لوایی. برادرم تو صاحب پرچمدار من. وإذا مضيت تفرق عسكري. فقال العباس عليه السلام يا أخي قد ضاق صدري وأريد أن آخذ ثاري من هؤلاء المنافقين. دیگه طاقت ندارم، میخوام خونخواهی کنم. قال الحسين عليه السلام إذا صلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. برادرم میخوای بری برو، اما صدای العطش بچه ها رو نمیشنوی. فذهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار وطلب منهم شيئا من المال للأطفال. سیدا معذرت میخوام. آمد جلو قوم گفت یه قطره آب به این بچه ها بدید. این بچه ها چه گناهی دارن؟ شما با حسین کار دارید. فاجابه شم جواب داد. فاجابه شمر النعیم قائلا یا ابن ابی تراب لو کان وجه الارض كله ما. اگه تمام زمین آب و هو تحت ایدینا لما سقیناکم منه قطره. یه قطره آب به شما نمیده. و اخبره، برگشت میشه اخبره به مقالت القوم، خبر داد برادرم درشتی کردن، گفتن آب نمیدهید. فرجع العباس الى اخیه و اخبره به مقالت القوم. فسمع الاطفال
ومعهم سكينة بنت الحسين عليه السلام ینادون العطش العطش. همینطور که به برادر صحبت میکرد یه دفعه صدای سکینه و بچه ها رو شنید. صدای العطش بلند بود. فلم یتحمل ذلک، دیگه طاقت نیاورد. فرکب جواده، آماده یا نه، سوار بر اسب شد و اخذ سیفه، شمشیرش رو برداشت و القربه، ماش رو برداشت و قصد الفرات، به سوی فرات حرکت کرد. فاحاط بالعباس الموکلون بالفرات، او را محاصره کردند و رموه بالنبال، تیر بارانش کردند. فلم یعبأ بجمعهم، هدفش اینه آب رو به خیال برساند. فکشفهم عن وجهه وقتل عددا منهم ودخل الفرات مطمئنا، وارد فرات شد. لیشرب، دستش رو برد پایین کمی آب بنوشه. اما فتذکر عطش اخیه الحسین و عیاله و اطفاله، فرق الماء علی الماء، یاد تشنگی امام حسین افتاد، بچه های امام حسین افتاد. آب رو بر روی آب انداخت، زمزمه میکرد، خود رو اطاف میکرد. ثم ملأ القربه، آماده یا نه، ماش رو پر از آب کرد. و رکب جواده، سوار اسب شد. و توجه نحو المخیم مسرعا، زود میرفت، میخواست آب رو بچه ها برساند. و قطع الاعداء علیه الطریق، جلو راهش رو دشمن بست. و جعل یصول فی اوساطهم، از هر طرف حرکت میکرد، خود رو خارج کند. و یضرب فیهم بسیفه حتی اکثر القتال بهم، کسانی زیادی از اونها رو به قتل رسان. فکمن له، امام زمان معذرت میخوام، ناگهان فکمن له لعین من وراء النخله، یک کسی پشت درخت کمین کرد. فضربه علی یمینه، دست راست ابوالفضل را قطع کرد. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الامين. حمل على القوم كالاسد الغضبان، جلو رفت، همه را از بین برد. ناگهان کمین کرد. فکمن له حکم ابن طفیل من وراء النخله و ضربه على شماله، کمین کرد، دست چپ ابوالفضل را قطع کرد. یا نفس لا تخشی من الكفار وابشری برحمت الجبار مع النبي المصطفى المختار. وجعل يسرع ليوصل الماء إلى المخيم. فلما نظر عمر بن سعد إلى شدة الاهتمام، عمر بن سعد وقتی مشاهده کرد آب داره به خیام میرسه، صدا زد. فلما نظر عمر بن سعد إلى شدة اهتمام العباس عليه السلام بالقربة، صاحب القوم ويلكم ارشقوا القربة بالنبال، همه حمله کنید با تیر، بش رو هدف قرار بدهید. و والله ان شرب الحسین من هذا الماء، به خدا قسم اگر امام حسین از این آب بنوشد، دست چپ و راستتون رو تشخیص نخواهید داد. فأتته السهام کالمطر، اصحاب مقاتل میگن تیرها مثل باران شلیک شد. و اصابه فی صدره، یه تیر سینه ابوالفضل رو قرار داد. و فهم اصاب احدی عینی، تیری چشم ابوالفضل رو قرار داد. فاطفاها و جمد الدم علی عینه الاخری، خون جاری شد به طوری که چشم دیگر رو بست، به طوری که دیگر ابوالفضل جلو خود رو نمیدید. فلما اصاب القربة سهمون توریق مایها، تیری به مشک اصابت کرد، آب به زمین ریخت.
و ضربه اللعین علی رأسه. ناگهان عمودی بر سر ابوالفضل به زمین افتاد. فاتاه الحسین مسرعا. امام حسین آمد جلو. رآه مقطع الیدین. دو دست ابوالفضل قطع شده بود. مطفع العین، تیر به چشم اصابت کرده بود. و وضعه فی حجره، سر مبارک ابوالفضل رو گرفت، در دامن قرار داد. و جعل یمسح الدم و التراب، خون و خاک رو از چهره ابوالفضل پاک میکرد. بعد خطاب کرد برادرم مرا به خیام نبری، من به سکینه وعده آب دادم، به بچه ها وعده آب دادم. بگم برادرم ابوالفضل زینب شدید کربلا، اون لحظه ای که رفت بالای تل زینبیه مناظر فراوانی رو دیده، تو تحمل نکردی امام حسین برادر رو این گونه ببینی، تحمل نکردی فرزند رو این گونه ببینی. اما خواهر تو باور نمی کرد. ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. باور نمی کردم برادر